از کشور معروف به روی حلقه‌های آتش چه می‌دانید؟ کشوری که به دلیل زلزله و آتشفشان‌های زیاد به کشور روی حلقه آتش لقب گرفته. آیا می‌دانستین که بزرگترین هرم جهان برخلاف تصور مردم اهرام مصر نیست؟ بلکه هرم بزرگ چولولا در مکزیک است که بزرگترین اثر تاریخی ساخته شده در جهان محسوب میشه. مرز بین مکزیک و آمریکا دومین مرز بزرگ جهان بعد از مرز آمریکا و کانادا هست. همچنین شهر مکزیکو سیتی پایتخت این کشور روی ویرانه‌های شهر آزتک بنا شده و از آنجایی که روی یه دریاچه ساخته شده هر ساله به اندازه 6 تا 8 اینچ نشست میکنه. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و همراه من باشید. اسم مکزیک رو که میشنویم ناخودآگاه یاد ذرت مکزیکی و کلاه مکزیکی میافتیم. اما آیا مکزیک فقط به این دو جمله ختم میشه؟ قطعا خیر. پس اگه شما هم اطلاعاتتون به همین اندازه است و میخواید به این کشور سفر و یا مهاجرت کنید، این ویدیو مخصوص شماست تا اطلاعات کاملی از این کشور جذاب به دست بیارین. مکزیک کشوری پرجمعیت در آمریکای شمالی با کوه‌ها و دره‌های بلنده و همچنین دارای بیابان‌های وسیع در شمال و جنگل‌های انبوه در شرق و جنوب میباشد که این جاذبه‌های طبیعی دور تا دور این کشور پهناور رو پوشانده. گونه‌های متنوعی از گیاهان و جانوران در اینجا یافت میشن و بعضی از قسمت‌های کوهستانی آن غنی از فلزات نقره و مس هست. همچنین آتشفشان‌های مختلفی در این کشور وجود دارند که برخی از آنها هنوز فعال هستند. این کشور از دل میراث‌های غنی بومیان آمریکایی، قرن‌ها تحت سلطه اسپانیایی‌ها و همسایگی با ثروتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا بیرون اومده. و این عوامل تأثیر زیادی بر روی روند شکل‌گیری این کشور گذاشته. پس وقتی به این کشور سفر کنید، اولین چیزی که با آن مواجه میشین فرهنگ‌های خاص و شیوه‌های مختلف زندگی هست. غذاهای تند و خوشمزه، سواحل دیدنی و جاذبه‌های تاریخی و بسیار قدیمی هم مواردی هستند که به عنوان نمادهای اصلی مکزیک شناخته شده هستند. همچنین مردمان مکزیک زبانهای گوناگون مثل فرانسوی و انگلیسی دارند، اما زبان شاخص و اداری این کشور اسپانیایی هست، زیرا این کشور قرنها تحت سلطه اسپانیایی ها بود. ایالت مکزیک با ایالت آمریکا، بلیز و گواتمالا همسایه است و از مرزهای دریایی با کوبا و هندوراس مشترک هستند. از طرفی اقیانوس آرام در جنوب و غرب آن، خلیج مکزیک در شرق و دریای کارائیب در جنوب شرقی این کشور قرار دارند. مساحت تقریبی مکزیک 1,972,000 کیلومتر مربع هست که 31 ایالت داره و با جمعیتی بالغ بر 128 میلیون نفر سومین کشور پرجمعیت آمریکای لاتین و هشتمین کشور بزرگ جهانه. پایتختش مکزیکو سیتی هست که بزرگترین شهر مکزیک و مهمترین مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی این کشور نیز شناخته میشه. همچنین این کشور یکی از مهمترین مراکز مالی آمریکا و ثروتمندترین شهر آمریکای لاتین هست. واحد پول مکزیک پزو هست که هر $1 آمریکا برابر با 20 پزوی مکزیکیه. از مهمترین شهرهای مکزیک مکزیکو سیتی، مونتری، موریلیا، آکاپولکو، پوئبلا، گواناخواتو هست. در مکزیک همانند تنوع زبان، دین‌های مختلفی نیز وجود داره. دین اصلی مردم مسیحیته، اما تنها 10% افراد به این دین پایبند هستند و به کلیساها میرن و آیین کاتولیک رو به جا میارن. در کل دین‌های این سرزمین عبارتند از کاتولیک، پروتستان، مسلمان و یهودی. مکزیک 7مین کشور در رتبه‌بندی گردشگری جهانیه و همچنین 11مین اقتصاد بزرگ دنیاست.
استخراج ذخایر بزرگ گاز طبیعی و نفت توسعه خارق‌العاده اقتصادی کشور را میسر کرده و بخش بزرگی از ثروت زیادش رو مدیون منابع نفتیش هست. همچنین اساس در حال رشد اقتصادی شامل منابع مهم پتروشیمی، نساجی و وسایل نقلیه موتوری و فرآورده‌های غذایی هست. محصولات صادراتی این کشور هم شامل محصولات کارخانه‌ای، نفت و محصولات نفتی، نقره، میوه، سبزیجات، قهوه و پنبه هست که به کشورهای آمریکا، کانادا و اسپانیا صادر میکنه. مکزیک جزو 10 کشور برتر در تولید غلات در جهانه که در سال 2020 با تولید بیش از 2,393,000 تن آووکادو بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان شد. بد نیست بدانید که سالاد سزار برای اولین بار در این کشور توسط سزار کاردینی، یک شف رستوراندار ایتالیایی آمریکایی ابداع شد. مردم مکزیک افرادی خونگرم و مهمان نواز هستند و شما میتونید به راحتی با اونا ارتباط برقرار کرده و معاشرت کنید. مکزیکی ها مردمانی خوش‌پوشن و به ظاهر و قیافه خودشون خیلی اهمیت میدن. زنان این کشور علاقه زیادی به استفاده از زیورآلات و لباسهای رنگارنگ دارند. در کل مکزیکی ها مردمانی شاد و پر انرژی هستند و شاخص امید به زندگی در این کشور بسیار بالاست. بهداشت و درمان در مکزیک دارای استانداردهای بالایی هست و برای مهاجران مغروم به صرفه است. بد نیست بدانید که تحصیل در مکزیک با توجه به نظام آموزشی قوی آن، بورسیه‌های تحصیلی مناسب، هزینه‌های نسبتاً کم تحصیل همچنان مورد توجه مهاجرانه و با رتبه 23 جهانی در لیست برترین نظام آموزشی دنیا قرار داره. ویدیو بعدی ما در مورد کشور زیبای بلاروسه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با ما بمانید.